السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم. آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها دا میشکن، چهره هاشون میشکن، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است یا نه جایز است؟ اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، برای اون که شهوتی مثال مرد کشاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام اون زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیکا اخلاق خوب حمیده داشته باشند. در جای کسمتیکا احترام شوهر را به جا بیارن. در جای کسمتیکا وقتی که شوهر پاشه در همون پاگای خانه که مان، با یک چهره خندان، با یک قوقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرن. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارن، مردها هم سیرشون همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البت مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا می شود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند. باور کنین همین کسمتیکای حاضر زمان همش خیمیه هست. چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره های همونها دیگرگون است. چهره های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره ها را به آب طهارت نورانی کنین، چهره ها را به نمازهای شب نورانی کنین، پیشانی را در زمین بمان، در شب در ساعت 3 و 4 خیز به سوی خدای خود زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن می شود که تمام این کسمتیکه های دنیایی همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگر چنده که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارن، لیکن معنای خیلی خوب دارن، معناش پره است. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتار الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسین تو که دیدار الله نکرد.